ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هدف کفار هم است که شما را مرتد بسازن، از دین بیرون بکنن و کسی از شما اگر مرتد میشه از دینش و میمیره و در حالی که کافر است، یعنی در حالت کفر میمیره، اعمال اینها در دنیا و آخرت باطل است، حبط است، برباد است، نابود است. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و این جماعت اصحاب جهنم هستند، دائم در جهنم هستند. یکی از این آیات فهمیده میشه که کسی اگر مرتد میشه و در حالت ارتداد میمیره، اعمالش در دنیا و آخرت تمام اعمالش نابود میشه و دیگری که همیشه در جهنم باقی میمونه. و دیگری که مردن در حالت کفر برای حبط اعمال شرط است. اگر کسی مرتد میشه و در حالت ارتداد میمیره، باز این اعمالش باطل است. خو یک کسی مثلا در مرتد شده هست لیکن در حالت ارتداد نمیمیره، پس اسلام میآوره، دوباره اسلام میاره بعد از مرتد شدن. اعمالی حبط نشده، اعمالی نابود نشده هست، بلکه اعمال نیکی پس دوباره برش برگردانده میشه و اعمالش برش میآید. پس اعمالی که سابق در حالت اسلام کرده بود و باز مرتد شده بود، و اعمال برش میآید، چون که الله عزوجل در اینجا گفته است فیموت و هو کافرون، بمیره در حالتی که کافر است. این به این ترتیب است. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یک چیزی دیگری که از این آیات دانسته میشه، در آیات بحثش باید مطرح شود، این است که الله عزوجل در قرآن کریم برای کسی که از دین مرتد میشه جزای اخرویش را مشخص کرده است. گفته است که مثلا کسی مرتد میشه، در آخرت اعمالش نابود شده است، از بین میره اعمالش و جهنم داخل میشه، جهنمی است. در قرآن کریم میگن، در قرآن کریم جزای دنیاوی مرتد تعیین نشده است و به همین خاطر بعضی از سیکولارها، منکرین حدود و سایر کفار و زنادقه اعتراض میکنند، میگن که در قرآن کریم جزای مرتد ذکر نشده هست، جزای دنیاویش حدش ذکر نشده هست. به این خاطر مرتد میگه کشته نمیشه و مرتد به همین سبب باز اینها آزادی ادیان که به او عقیده هستند، به آزادی عقیده باور دارن، او را نشر میکنن و عقایدشان را، در حالی که اگر الله عزوجل در قرآن جزای دنیاوی مرتد را مشخص نکرده است، حدش را در سنت رسول صلی الله علیه و سلم مشخص کرده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من بدل دینه فاقتلوه، روایت مسلم است، میگه کسی دینش را تبدیل میکنه او را بکشین، یعنی مرتد کشته میشه. و این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است و حدیث رسول صلی الله علیه و سلم وحی است. شما کسانی که تو گپ ها را میگین به رسول صلی الله علیه و سلم ایمان دارین یا ندارین؟ اگر ایمان دارین، این گپی رسول صلی الله علیه و سلم را نیز بپذیرین، چون که رسول از پیش خودش نمیگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. اگر ایمان ندارین خود شما کافر هستین و واقعا شما به رسول صلی الله علیه و سلم ایمان ندارین، کسانی که سیکولار هستند و به آزادی عقیده، آزادی ادیان، به این چیزها باورمند هستند. و در تمام مذاهب به این اتفاق است، تمام مذاهب اتفاق داره در حد مرتد که مرتد کشته میشه. مذاهب اتفاق داره، کتاب های فقهی تمام مذاهب را که باز بکنی، حنفیت، شافعیت، حنبلیت، مالکی و اهل ظواهر و همه اینها یک بحثی در مورد حد ردت دارن، حد ارتداد. امت اسلامی در این اتفاق داشته، سلف امت بر این اتفاق دارن، تا اینکه یک چند تا سیکولار کافر پیدا شده است در این اواخر و آیات قرآن را به مزاج خودشان تعبیر میکنن و اینها منکرین حدیث هستند. احادیث رسول صلی الله علیه و سلم را با بهانه های مختلف رد میکنن
گاهی به بهانه خبر واحد بودن رد میکنن، گاهی به بهانه این که مخالف عقل خبیثشان است رد میکنن و بهانه های مختلف جور کرده هستند. اینها زنادقه هستند، منکرین حدیث هستند و منکرین حدیث کفار هستند. کسی یک حدیث رسول صلی الله علیه وسلم را بعد از اینکه برش ثابت میشه که رسول صلی الله علیه وسلم گفته است قبول نمیکنه، کافر است. اینها در دین کدام ریشه و اساسی ندارند، پیوندی به دین اسلام ندارند. اینها پیوندشان از دین قطع شده است. امت اسلامی به این اتفاق داشته است که جزای مرتد قتل است، مرتد کشته میشه، لیکن اینها زمینه را برای مرتد شدن مردم مساعد میسازند، زمینه را هموار میکنند تا که مردم بی مرتد شو از دین برو. چون که خودشان مرتد شده هستند میخواهند که دیگرها هم مرتد شو از دین بیرون شو. به این ترتیب اینها آیات قرآن را مطابق میل خودشان تفسیر میکنند. اینها قرآنیون هستند، بلکه ناقرآنی ها هستند. ناقرآنی ها قرآن را هم قبول ندارند. اینها اگر قرآن را قبول می داشتند، الله عزوجل در قرآن به اطاعت رسول امر کرده است. اطیع الله و اطیع الرسول گفته است و از اطاعت رسول ای است که حد ردت و ارتداد را قبول بکنی که رسول صلی الله علیه وسلم گفته است. اگر نه تو از رسول اطاعت نکرده ای، بلکه کافر هستی تو. به این ترتیب بعضی از سیکولارها به این عقیده هستند که حد دنیوی مرتد را قبول ندارند، از قبیل اخوانی ها، یوسف القرضاوی، عابد الجابری و سایر جماعت هایی که به متو افکار نواندیشی و نوگرایی عقیده دارند. تمام اینها حد دنیوی مرتد را نمیپذیرند، در حالی که الله عزوجل در حدیث به رسول صلی الله علیه وسلم گفته است و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی است. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که الا انی اوتیت القرآن و مثله معه، برای ما قرآن داده شده است و مثل قرآن داده شده است که سنت است. در آیات قرآن هم میآید که و یعلمکم الکتاب والحکمه، یاد میده برای شما کتاب و حکمت را. و هدف از حکمت مفسرین سلف ابن عباس گفته است که سنت است. و رسول صلی الله علیه وسلم از قبل به این بشارت داده است. امام ابن بطه رحمه الله در کتاب الابانه الکبری و سایر کتاب های حدیث همی نقل شده است که رسول صلی الله علیه وسلم میگه زمانی میایه بالای شما، زمانی میایه که نفر بالای تختش تکیه میکنه، به تخت تکیه میکنه و باز میگه که آنچه در قرآن است را قبول دارم، آنچه در حدیث است را قبول ندارم. و این حدیث صحیح است. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم از پیدا شدن ایتو فتنه کسانی که حدیث را قبول ندارن و باز ادعای را میکنن که قرآن را قبول داریم، به این بشارت داده، یعنی ترسانیده است. از این فتنه ها ترسانیده است مردم را. گفته است که تو فتنه ها پیدا میشه، خبر داده است به این. و اینمی فتنه ها، اینمی جماعت های اخوان است، سایر جماعت هایی است که دین را مطابق میل خودشان تفسیر میکنن. اینمی است و اینها از پیش خود روایت موضوعی جعلی جور کرده هستند، روایت جعلی جور کرده هستند که گویا رسول صلی الله علیه وسلم گفته باشه که هر حدیثی مرا که شما میبینین، حدیثی مرا که میبینین به قرآن عرض بکنین و اگر موافق قرآن بود بگیرین، موافق قرآن نبود نگیرین. و این حدیث خودش حدیث جعلی است، موضوعی است، روایت موضوعی است و همین حدیث خودش خلاف قرآن است. همین حدیث که خودش با قرآن عرض بکنی خلاف قرآن میبره، به خاطر که الله عزوجل در قرآن میگه که اطیع الله و اطیع الرسول، از رسول صلی الله علیه وسلم شما اطاعت بکنین، به اطاعت مستقل از رسول امر کرده است و آیات بسیار در قرآن در این مورد وجود داره، در حالی که حدیث میگه شما از رسول مقید به اطاعت بکنین که امر رسول موافق قرآن باشه، یعنی در قرآن هم آمده باشه، در حالی که بسیار چیزهاست در حدیث هست و در قرآن نیست. الله عزوجل در قرآن به نماز امر کرده، لیکن در قرآن وجود نداره که چند وقت نماز است، چند وقت نماز است و چند رکعت است. خیلی من نماز عصر بعد از 2 رکعت میخوانم، نماز مغرب را 1 رکعت میخوانم، نماز خفتن را 3 رکعت میخوانم، نماز صبح را 1 رکعت میخوانم. به همین ترتیب خوانده میرم. صحیح است؟ نه، خودت میگی که صحیح نیست. از کجا ثابت میکنی که صحیح نیست؟
رسول صلی الله علیه و سلم در سنت گفته است. خو این سنت قبول کردی، چرا جایی که خوشت آمد قبول میکنی، خوشت نیامد باز قبول نمیکنی. روزه، الله روزه بگیرین گفته است. کتب علیکم الصیام گفته است روزه بگیرین. از پیش خود من وقتی را خواستم روزه میگیرم. زکات بدهین گفته است. در تمام عمرم یک بار زکات میدهم. در پمیتم مثلا امور زکات حساب میکنم، دیگه هیچ انفاق نمیکنم. آیا همین ادا میشه فرضیه زکات؟ نه، نمیشه. حج به همین شکل در قرآن گفته حج بکنین و تفاصیلش طواف سایر تفاصیلش وجود نداره که به چه شکل است. سایر احکام دین، تمام دین به همین شکل است. قرآن به شکلی مسائل عمده را بیان میکنه، مسائل اعتقادی را بیان میکنه، احکام را هم به شکل عمده بیان میکنه. وارد جزئیات اندک میشه، جزئیاتش را اندک بیان میکنه. و حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است که جزئیات دین را بیان میکنه. و اقوال سلف است در این مورد. صحابه، تابعین، امام اوزاعی و دیگران گفته هستند که سنت بر قرآن حاکم است، نه اینکه قرآن بر سنت حاکم باشه. سنت بالای قرآن حاکم است. یعنی توسط سنت است که ما قرآن را میفهمیم، توسط قرآن سنت را فهمیده نمیتونیم. به این شکل نیست. سنت مفسر قرآن است. خوی جماعت، کسانی که به این عقیده هستند، اینها منکرین احادیث هستند و منکرین احادیث رسول صلی الله علیه و سلم به اجماع امت، به اجماع سلف امت رسول صلی الله علیه و سلم، به اجماع صحابه، تابعین، تبع تابعین، اینها کفار هستند. این است ملخص مختصر کلام در مورد کسانی که حد ارتداد را قبول ندارند و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، احادیث رسول صلی الله علیه و سلم را قبول ندارند. به این شکل است. ان الذين